وقتی من یه value properties دارم یا یه unique offer دارم، حداقل کاری که میکنه اینه که چارچوب ارتباط من رو با مخاطبم روشن میکنه. من دیگه به خودم اجازه نمیدم در همه زمینه‌ها اظهار فضل بکنم. مثلا من یه مربی باشگاه ورزشی هستم، خب آدم‌ها خیلی زیادی هم به من توجه میکنن. بعد ببینم که چه خوب، حالا که این تعداد آدم به من توجه میکنن، بیا من در حوزه توسعه فردی هم یه حرفی رو بزنم. قطعاً با اون یونیک آفر من به عنوان یه مربی ورزشی در عناد و در تقابله. زمانی که تو یه یونیک آفر برای ارتباط با مخاطبت داشته باشی، ارتباطت کاملا شفاف، صریح و روشن میشه. کار پرسونال برندینگ دقیقاً همینه.